یک منبع معتمد از واروخ با پیام خبر داد که وضعیت در مرز تاجیکستان و قرقیزستان وخیمتر می شود. عصر دیروز نیز 3 نفر ساکنان واروخ از تیر طرف مقابل زخمی شده اند. دکتران وضع سلامتی یک نفر نظامی تاجیک را که به بیمارخانه انتقال یافته است نهایت نگران کننده ارزیابی کرده اند. منبع میگوید در جانب قرقیزستان افسران بیشمار و ماشین های نظامی نمایان است. در همین حال بیش از 600 نفر ساکنان از مکان حادثه به جایهای بخطر انتقال داده شده اند. درباره انتقال داده شدن ساکنان از جای حادثه جنبش بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر نیز گزارش داده گفتند عین زمان اکثر ساکنان کوچ داده در خانه خویش و پیوندانشان به سر میبرند. گفته می شود بیشتر ساکنان دهه اقصای قرقیزستان در بنای مکاتب در ناحیه بادکن جای داده شده اند. معاونان سروزیران تاجیکستان قرقیزستان عظیم ابراهیم و چنیش رزاقوف در پی مناقشه روزهای اخیر مرز ظهر 23 ایول در اسپر ملاقات و وضع سرحد را بررسی کرده اند. طبق اطلاع دفتر مطبوعاتی حکومت قرقیزستان جانبها به این نتیجه رسیدند که سبب مرگ شهروند تاجیکستان را تحقیق نموده عامل‌های مناقشه رخ داده در واروخ و اقصای را معین کنند. همین نتیجه گیری در ملاقات ماه مارت 2 نایب سروزیر حاصل شده بود. آن زمان هم جانبها عهد کرده بودند که سبب مرگ 2 شهروند تاجیکستان تفتیش و گناهکاران مجازات شوند. Первое, это то, что мы просили прокуратуре о том, чтобы они нашли виновников этих событий. Это очень важно. Вы знаете, что убили человека. Мы когда выразили соболезнования, там остались у каждого по 3 детей, маленьких детей. Это очень печально, и это не должно в будущем повторяться. Во-первых, будут найдены и наказаны. Мы это на уровне межправкомиссии будем следить. اما باید گفت 2 شهروند تاجیکستان از تیر شهروندان یا سربازان قرقیز به شهادت رسیده بودند. این دفعه نیز چنین است و طبیعی است که باید جانب قرقیزستان آنها را بازداشت و مجازات کند. اما نه تنها آن جنایتکاران بازداشت نشدند، بلکه وکیلان پارلمان همسایه کشور پیشنهاد نمودند آنها قهرمان اعلان شوند. همچنین طبق قوانین بین المللی قرقیزستان باید به خانواده های قربان شدگان تاجیک جبران مالی و معنوی پرداخت کند. اما نه تنها جبران پرداخت نشده است، بلکه حتی اظهار تسلیت نه از طرف حکومت قرقیزستان و نه از طرف حکومت تاجیکستان ارائه نشده است. 2 نایب سروزیر همچنین به این نتیجه رسیدند که برای مردم منطقه کارهای فهماندهی گذرانیده شود. به نظر می رسد کارهای فهماندهی را 2 جانب 2 خیل می فهمند. طرف تاجیکستان به سربازان سپارش می دهد به هیچ وجه تیر نکشایند و مردم را تهدید می کند که اگر به مناقشه دست زنند بازداشت خواهند شد. در متانت و جسارت مردم واروخ و چارکو هیچ کمی ندارند. مردم اسفره از دیگر خلق ملت ها، ولی این ساختارهای قدرتی کشور ما هستند. این مقامات ضد ملی امنیت ملی تاجیکستان است که در این درگیری ها هر دفعه بعد از دادن شهیدان و بعد از تحقیر ملت از طرف همسایه کشور باز خود همین مقامات امنیتی به تحقیر علاوه‌ای این ملت می پردازد. و چخیلی که در خاطر داریم هجوم به خاروق هم در حمایه از بیزنسی سیگاریت فروشی اویلا بود و اینجا هم به خاطر بیزنس سیگاریت فروشی و دیگر اویلا ما نمی توانیم که از مرز و بوم خود دفاع کنیم. ولی جانب قرقیزستان در سطح پارلمان و حکومتش ساکنان نزد سرحدی را که دست به مناقشه میزنند قهرمان میداند و به مردم سلاح تقسیم میکند. همیشه از تاجیکستان یک سر و گردن بالا به مسئله مرزی جدی اهمیت میدهد. سایت کبرلر که با زبان قرقیزی نشر می شود با پخش نواری از حرکت ماشین های زره پوش و عسکربر ارتش قرقیزستان در عقبه آش جلال آباد گزارش داد
که این ماشین ها به جانب سرحد تاجیکستان می روند. در نوار دیده می شود که چندین ماشین زره پوش عسکربر در راه حرکت می کنند. ما در برنامه شب گذشته از حکومت تاجیکستان خواسته بودیم تا زمان حاصل شدن یک توافق نهایی فوراً دستورات لازم را به نهادهای مربوطه صادر نماید تا تمام منطقه های جنجالی را که طبق خریطه های دوران شوروی به تاجیکستان تعلق دارند تحت تصرف درآورند. ولی به نظر می رسد قرغزها پیش دستی کرده اند.